این با پارت یک آموزش‌های ماینکرافت از کانال کلش نوسته که قرار امروز بهتون آموزش‌های فوق‌العاده‌ای رو بدیم که برای خونه‌هاتون بسازید و حالش ببرید که اینا 3 تا هستن. اگه وقت بشه در کمتر از 10 دقیقه همه رو بهتون انجام میدم. شماره کلام میسازیم سریع به سال مورد نیز الان سریع میارم. وسایل مورد نیاز. خب اول از یه گلاس معمولی هر که میخواد باشه و از این استیک پیستونا، یه دونه از این فرامه ها نمیدونم چی هن، یه دونه از این تیرا، یه ردستون، یه ندرک و همینا. آره از همین 6 تا وسیله 7 تا وسیله لوچو برای 7 تا هستن. خب اول برای ما یه خونه برای فرض مثال دقیقا اینجوری دیواراشو برای شروع بسازید و بعد دیگه تنظیمش کنید. خب یه دیوار اینجوری بسازید 3x3، ولی این یه بلاک بشکنید، یه دونه اینجا میذاریم، 2 تا اینجا اینجوری باید میسیم دقیقا اینجوری اینو میذارید که کار کنه. 2 تا اینجا دوباره میذاریم والا. این براقا رو میذارید، ببخشید رستونا رو میذارید. خب ما یه چیز رو جا گذاشتیم، این لور رو جا گذاشته بودیم که روشن کنیم واقعا. حالا شما از ندرک استفاده نکنید چون حالا خیلی معلوم نیست. خب حالا این در قفلیه، در رمزی، ببخشید در رمزی. خب حالا که این لیور اصلا مهم هم نیست ازش استفاده کنید. خب ما یه دونه از این آیتم های حالا نمیدونم چی، یه دونه از این آیتم ها میذاریم. فرام به نظر میشه، فرامه. آره فرامه، یه تیر روش میذاریم. خب ردستونا دقیقا اینجوری که این روشن بشه. حالا اینجا 1 2 که اندازه 1 در باشه میذاریم. حالا دیگه ظاهرش رو میچینیم، روشن کرد. خب حالا اینم برای اینجا کافیه. خب این طرز ساختشه و الان بقیه‌شو بهتون میگم. خب ما یه سرقابی دیم. حالا این برای مثال ما از گلاس زرد استفاده کردیم، میذاریم جلوی این پیستونامون. حالا انجام شد. حالا این گونه است، ما روی این میزنیم برق که وصل بشه. آره الان وصل میشه. نه وقتی که وصل روی این میزنیم تا زمانی که وصل بشه. اگه مشکل داشت اینجوری باید اینو جابجا کنید. ای وای مشکلشو فهمیدم. خب ما یه اشتباه دیگه هم داشتیم، دوباره اینو وصل نکردیم. آره همونجوری دوباره میذارید. آره شرمنده که یکم خراب کردیم. آره اینجوری دقیقا این زاویه. حالا من میگم که شما ببینید انجامش بدید.
اینم بچرخونیم خاموش میشه. اینجا دقیقا اینجوری خاموش میشه. این زاویه که شروع کرد اینجوری، اما بعد که بزنید ببینید الان بسته است. ولی اینجا الان بسته است، کسی میخواد بداخل در روش قفله، اما حالا میزنه حالا برمیگرده و شما وارد میشه. میتونید اینم یه خونه بسازید، یه خونه تبدیلش کنید و بعد انجامش بدید. خب این رو به عنوان اتاق انجام بدید و حالا دیگه اینجا خونه بسازید. خب حالا من تمام مواد رو یادم نیست، وسایل لازم برای آزمایش دوم یادم نیست، اما بین آموزش اگه چیزی جا گذاشتیم میاریم. خب تا الان یه دونه پیستون، لیور، اینو که اسمش یادم نیست، حالا همین صندلیه و یه بلاک و یه ردستون. حیف نیست آموزش میدی ولی اسم وسایل یاد نیست. خب اینو به هر تعدادی که میخواین بذارید. حالا تا 5 تا کافیه. واسه که مثلا کسی نفهمه، این دیوار خونه است. نه اشتباه گفتم. خب حالا این محل مال اتصال ردستونه که از این بالا شروع میشه، اینجوری میاد. یه امتحانی کنیم که ببینیم اصلا انجام میشه یا نه. خب آره میشه. خب خودمون کشتیم تا اینو ساختیم، واقعا خیلی اذیت داشت. خب این گونه روی 6 تاشون هر کدومش یک و حالا میان این شیوه رد کموشه که میذاریم که این سبز کوچیکه مال این دستگاهمون پیستونه نشون داده نشه اینجوری. آره اینجوری. بالای پایین هم اینجوری که اصلا نشون داده نشه. دقیقا اینجوری. این هم لورمون. مثلا که دیوار رو اشتباه گذاشتیم بعد روشون گذاشتیم، شرمنده الان سری میذارم. واقعا نمیدونم چطوری روم میشه این ویدیو داخل یوتیوب رو شما بذارم. یه لحظه خونه کوچیکی برای فرض مثال سری میسازم که اینو نشون بدم که کاربردش چیه. خب حالا من یه خونه کوچیک برای فرض مثال ساختم. خب شما میتونید اینجا هم سری پرش کنید که الان سری انجامش میدم، اما قبلش اینا خوب ببینید که بتونید انجامش بدید. اینا همین چند تا چیزه.
چیزی هم جا نذاشتیم، همش همینه. اگه میخواین این کارو کنید مطمئن باشید که باید اینو یکم بزرگتر از خونه بزنید، چون زمستون ها اذیت میکنن و نمیذارن. خب این یه دستگاه به درد نخور که من ساختم. خب این خونه ما وقتی دوستات من داخلش با هم بازی کنیم، این خب اینو میبینن و فکر میکنن که دیوار سقفش درست نشده، اما وقتی شما این در رو باز میکنید و اینو میزنید برگاشون میزه، میگن وا چه باله. خب حالا هنوز هم مانده، یه دونه از این لورا بالا میذارید، زایه میکنید، یکی اینجا میذارید. خب این لورا اصلا یاری نمیدن، با فرض مثال خب این میشه یا نه؟ نه نمیشه، حتی ما فقط یکی باشه. خب این هم یه آموزشه، این همین با این شماره 2 و آخریش. امیدوارم از این ویدیو چرت و پرت شما هم لذت برده باشین تا الان. و میریم برای بعدی. خب برای ساختش ما باید یک در 7 بسازیم. خب 11 در 7 بهتره، چون ما به وسط هم نیاز داریم. 11 در 7 نه 10، شرمنده. خب این یه در 7 شد. حالا میایم وسط و میکنیم. به این شیوه میکنین و حالا یه قسمتی که خودتون دوست دارین پایین میرید و اینجا مثلا اتاقتون یه خونه که خودتون دوست دارین میسازین.
توبچم بیاریم برای که روشن بمونه. خب پیستونا رو 4 تاشو اینجوری بذارید. از این رسور به نظر میشه رسور کامپروتور هم از اینا هم بیارید برای استفاده اینجا بذارید و اگه درست داشته باشیم. حالا یه بار بدون میخوام امتحان کنیم ببینیم میشه. اگه میشد میزنیم، چون تو کار قبلی بدون هم انجام شد. خب اینجا یه دقیقه کندیم. خب رسور دسونا رو قشنگ اینجوری بذارید. از اون دوتایاش استفاده کنید. اینجوری دقیقا هم اینجوری بذارید. میذارم که جواب بده. اگه ندادم همون روش قبلی خودم انجام میدم. نه چی شد؟ تازه تاش کار میکنه. اینجا باید برید. خب مثل این که اونی که خودم اول گفتم بهتر همین رو انجام بدین و حالا برای که علایه از میپوشنمش که مثلا اتاق، خب این به جای یه اتاق مخفی مثلا انجام میشه که حالا ما بهتره که به جای اتاقستون بخش لیور حالا خب حالا یکی از دوستان یه ایده داد، گفت بهتره که بریم پایین اینجا از ایجاد استفاده کنی. خب حالا با بکنیم که به جای اصلی برسیم. چرا همش نصفه کار میکنه؟ حالا این روش امتحان کنیم که از بیرون سیمو تا اینجا بیاریم. خب اگه نشد دیگه خودتون لطفا کاری کنید، چون بچه ها بیشترشون که امتحان کردن شده نمیدن چرا موقعی ویدیو گرفتن ضایع میکنه. اصلا وصل نیست.
خب مثلا وصلش نکرده بودین که امتحانش کنیم. امیدوارم اگه کار کنه. ای وای. خب این به خاطر قدرت برقی که برقش ضعیفه. واقعا که ببین چی کار کردم. خب مثل اینکه اینجا ما برق وصل نکرده بودیم یا وقت بزرگستان. خب همین به امیدوارم لذت برده باشید.